السلام علیکم داملای عزیز. بابای حاجی میرزا، من مخلص دائمی شما هستم و با شما سوال دارم. طولی 13 سال است که عائله دار هستم، صاحب 4 فرزند می باشم. از روز اول شوهرم به من مهر و محبت نداشت و تا امروز عذاب می دهد. رفته عروس بازی می کند، بعد از آمدن مرا لط و کوب داده می گفت که اگر خواهی با همین حال ایست، اگر نخواهی در کشاده. با همه این نگاه نکرده از روی پند و نصیحت های شما صبر میکردم. هر یک روز نماز جمعه با مسجد شما آمدن نمازش را میگذارد، پند و نصیحت های شما را گوش میکند، اما از آنجا آمده پندهای گفتگو کرده ذره با او تاثیر نمیبخشد. شوهرم بیکار است و در یگانجا کار نمیکند. حالا باشد از روی من و 4 فرزندم زن دویم گرفته است. این زن دویم او را جادو نموده مرا چشم دیدن ندارد. من و فرزندانم را حالا از خانه پیش کرده است. بگوید که چی کار کنم. اکن خواهر عزیز، راستی بار این خیلی مکتوب هایی که امروز از دست شوهرها داد میگویند، شوهرهایی هستند که به فراست و به معرفت، و امروز گویم که ویها آمده با در همین جمعه نماز میخوانند، ببینید پند و نصیحت گوش میکنند. باز رفته گویم گفته این خواهر که عروس بازی و لط و کوب بزن و به فرزندها دارد. شما یک چیز را فراموش نکنید که شیخ سعدی میگفت هیچ صیقل نتواند کرد آهن را که بدگوهر باشد. چون بود اصل جوهری قابل تربیت را در او اثر باشد. سگ به دریای هفتگانه بشو چون که تر شد پلیتر باشد. خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند زاده خر همیشه خر باشد. برای من برادرای عزیز، اون خواهر و مادرای عزیز، از اون فرزندا و از اون شوهرایی که شما شکایت میکنین، دوستای خدا میگن اونها اصل ندارن. آخر این پند و نصیحت هم در کسی تاثیر میکند که وای اصل دارد. آخر وای تربیت گرفتگی است. و یک گویم در یک مکتب در نزد یک پدر و مادر به وای رسیده است که اونا خودشان خیرت و فهمیش داشتند، چون این فرزندای خوب به وای رسانیدند، اونها را تأثیر میرساند. شما بینید خواهرای عزیز، خدا قرآن میگه الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. ببینید خداوند میگه قرآن کتابی هست که از معجزه های الهی است. در این قرآن معجزه بودنش هیچ شک و شبهه نیست. خدا میگه ولی هدی للمتقین، همین قرآن با هدایتگر برای آن کسانی هستند که از خدا میترسند. این قرآن همونایی را هدایت میکند که از خدا میترسند. برای این پند و نصیحت هم کسی را تأثیر میکند که آخر وای از خدا بترسد. وای هم تا آمده رنگ یک گویم جسم بی جان واری در همین مجلس نشست و رفت، شما فکر میکنید که وای درست میشود؟ شیخ سعدی میگفت آهنی را که موریانه خورد نتوان برد از او به صیقل زنگ. به سیاه دل چی سود گفتن وعظ نرود میخی آهنین بر سنگ. هیچ وقت اینا سنگ هستند که در اینا اگر میخ زنی میکفد، پاره میشود، ولی در داخل او میخ جای نمیگیرد. برای همین شما دادرای عزیز کدامید که همین خیلی به فراست و به معرفت و در خانه ظلم داری، جبر داری، آداب نداری، این مسجدها و نماز بدنام نکن. شما خوبش همین است که شما از جمله همون ظالمین در همون گروه ظالما قدم زده رفتن گیرید، به نماز و به مسجد نزدیک نشوید. این مسجد جایی است که اینجا وقتی که انسان آمد، وقتی ما میگیم این لبدنک علیک حق ولی اهلک علیک حق، تو فراموش نکنید سخن پیامبر که فرزندها زن بالای شما حق دارن. حق اوی حق اینا را وقتی که شما ادا نمیکنین، شما پیشگاه خدا فقط جواب دادن داره. بسیاری از جوان مردای در همینجا شما حضور دارین دادرای عزیز، از پشتاتون ناماتون نمی نویسند. این قدره که من انصاف دارم و نامتون نمی خوانم.
ولی با ادرس ها می نویسند که شما چی ها در خانه هاتان میکنین، چگونه علاقه های جنسی به معنی با زن هاتان دارید، تا آنهاش هم می نویسند. نه سوراخی بینی هاشون مانده است، نه دهنشان مانده است. آخه تمام وجود اونا را بیچاره می نویسند، مکتوب ادرس هاتون نویساندگی اند. کم ترک انصاف کنین داده را عزیز. آخه وقتی مسجد آمدین از برای اطاعت و عبادت خدا که آداب و رفتار و رفتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یاد گیره. این چی بود است که 4 فرزند 5 فرزند تو عروس بازی کنی، تو عرق نوشی کنی، تو لط و کوب کنی، تو از خانه بیرون کنی؟ آیا دنیا به صاحبه؟ و خواهرای عزیز، آیا ملیسه سود KGB دیگر روی شکایت کنی؟ او حق نداره ترا با 4 فرزند از خانه پیش کنه. او خودش کی است؟ بسیار که از خدا کی نترسید، با بنده های خدا است اینجا دلت تا کوبش کردن، بعد دستش پیشی بر دیگه دستش کنده نمیشود. برای با هر یک ظالم با هر یک زور بالاش باید زور دیگه داره. این راهاش هم هست. بعد آخی خیلی بدم ظلم نکنین. در جا همون دخترها برادرای عزیز، شما خواهرها و اپای خودتون تصور کنید که اگر همین خواهر و اپای ما و شما در دست همین خیلی ناکس زند، آخی حل کار با چی می آید دیگه؟